جابجایی معشوق تمام زیر و رود میکنه زندگی تو. یه دفعه از اوج سلامت و حرکت به سمت بی‌نهایت سرطان میگیره. یه معشوق قلابی میاد جای الله رو میگیره. حالا یا شوهر اسمش، یا زنه، یا بچه است، یا خواهره، یا برادره، یا مادره، یا امواله، یا شغل و تجارته، یا عشیره. یه چیز میاد جای الله رو میگیره، جای اهل بیت خانواده آسمانی تو میگیره. حالا اگه من طبیعی باشم، فاسق نباشم، بخوام انسان باشم، حرکت به سمت بی نهایت کنم، میگه این خانواده آسمانی تامین فی محبت الله هستن. این رفتن ته هیچی دیگه نمونده. هر چی میخوای از عشق از اینا بگیر. برای این خدا معشوقا رو که میاره، اهل بیت رو میاره کنار خودش. میگه هر چی شما به اینا عشق برسید به من برسیدید. من احبکم فقط احب الله، من اراد الله بدأ بکم. هر که اراده بی نهایت رو کنه از شما شروع. لذا خدا میاد به شکل ریاضی اینو میذاره کنار خودش. میگه الله، اهل بیت، جهاد روش عملیته. جهاد اونجایی که تو ثابت میکنی عشق داری، فقط محبت نداری. محبت یعنی من خدا رو دوست دارم، اهل بیتم دوست دارم، خیلی دوستشون دارم. ببین حاضری براش دست از مالت برداری اونجا که لازمه، ماشین تو، خونه تو، نمیدونم اموال تو، شغل تو، اونجا که لازمه حاضری از بدنت دست برداری، بدن ظاهریت. حاضری از خانواده زمینی دست برداری، از مردم خانواده زمینی. دکتراتو بی خیال چی بری جبهه الان یا نه؟ حوزتو بی خیال چی بری جبهه یا نه؟ اگه بگید نماز بخون، حجاب داشته باش، روزه بگیر، نمیدونم حج برو، صدقه بده، فقط میخواد تو عشق ورزی تمرین بکنی. یعنی به پرداز خمس تو بده، یعنی عاشقانه بده. امام زمان حاضر خرج کنی یا نه؟ تو تا ذوب تو این نشی اصلا به الله نمیرسی، دروغه. چون این بی نهایت، تو بی نهایت نمیتونی ارتباط بگیری بدون مظهر، که باید اون مظهر حقیقی خارجیش به بی نهایت برسی. نمیتونی بگی من اهل بیت رو حسب میکنم، عاشق خدا ام فقط، من اصلا هیچ چیز قبول ندارم، فقط خدا. این حرف بی منطقه. خدا میگه من همه جلوه‌مو کردم تو این 14 نفر، کامل خلیفت الله هم هستن. خود قرآن داره میگه دیگه، خلیفه دیگه، جانشین منم. اگه راست میگید هر چی میگن گوش کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر میگه بگید، هر چی گفت نکنید انجام ندید. لذا ملاک عشق تو به الله، عشق تو به مظاهر اللهه، یعنی 14 معصوم. برای این ادب ارتباط با معصوم چیه؟ اگه تو تونستی معصوم بگی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، همه چیزم فدای تو، و راستم بگی، تموم شد، رسیدی به الله.